میگه یه روز یه لوره میشه دکتر ملک حسینی، تنها پزشک پیوند کبد در آسیا. یه روز یه لوره میشه علی مردان خان که به ارتش رضا شاه میگه هر عقابی بخواد از آسمان این کشور عبور کنه باید پراشو باج بده. یه روز یه لوره میشه پروفسور موسیوند و قلب مصنوعی رو اختراع میکنه. یه روز یه لوره میشه سردار اسد بختیاری، تهران رو فتح میکنه. یه روز یه لوره میشه پروفسور کرمزاده، استاد جهانی ریاضی. یه روز یه لوره میشه احسان کامرانی، استاد دانشگاه هاروارد و مخترع قرنیه مصنوعی. یه روز یه لوره میشه پروفسور باهر، مغز سوم فیزیک جهان. یه روز یه لوره میشه بیبی مریم، شیرزن بختیاری. یه روز یه لوره میشه